ارز دیجیتال SNX ارزی که این روزا خوب رشد کرد، حتی در کرش بازار که بیت کوین هم نزدیک 20% 16% حداقل ریخت. این یکی از ارزهایی بود که روند سودی خودش رو حفظ کرد. شبکه اصلیش اتریوم و اپتیمیزم هست. سینتتیکس قرض داره که یه پروتکل غیر متمرکز واسه ایجاد معامله و ردیابی همون دارایی‌های مصنوعی بسازه. خب دارایی مصنوعی هم دارایی که قیمتش از یه دارایی واقعی مشتق شده. در مورد فقط قیمتش این تاکید ها دوستان، در واقع شما بدون اینکه نیاز پیدا کنی مالک اون واقعی اون دارایی باشی، قیمتش معامله می‌کنی دیگه. به لحاظ مفهومی خیلی نزدیک RWA. آره تو نسخه ورژن 3 آپدیت میشه، حوزه RWA رو هم اضافه بکنن. از رقباش بخوایم بیشتر بگیم، خدا بیامرز ترا شبیه ترینه بهش، شبیه ترینه. اوما نتورک، DYDX، GMX و در آخر اینجکتیو. اینی که قیمت هم تو پروژه های دیفای واقعا یکی از بزرگترین و پایدارترین هاست. این از 2018 هستش دیگه. قیمت امروزش 1.56، مارکت کپ 615 میلیون دلاری داره. 343 میلیون و 889,850 توکن ازش وجود خواهد داشت. تقریبا 99% هم در گردشند. TVLش 231 میلیون دلاره. مارکت کپ به این 2 خورده ای میشه. روند صعودی قبل کرش رو اینجا تونست. قبل کرش تقریبا 1.37 بود، اومد زیر 1 و دوباره برگشت تا $2.5 رفت و دوباره متأثر از سقوط کل بازار این هم چاره‌ای جز سقوط نداشت. مارکت کپ 4 میلیارد دلاریه دیگه. مارکت کپ 4 میلیارد دلار برسه از این نقطه یه چیز هولوش ما میتونیم بگیم بین 6.5 تا 7 برابر. حالا 7 برابر هم اگه حساب کنیم یه چیزی قیمتش هولوش $10 رو میتونه ببینه. من حتی گفتم $25 تارگت دور از ذهنی نیست با این توکنومیکی که داره. ببین اگه توکنومیکش بالای 1 میلیارد بود من میگفتم همین 6 7 برابری فعلا عدد معقولی، ولی عدد $25 هم براش کاملا معقوله، کاملا معقوله. خب اگه به عدد $25 برسه با این توکنومیک چه مارکت کپی خواهد رسید؟ 9 میلیارد و 600 میلیون، نزدیک 10 میلیارد. مارکت کپ 10 میلیاردی واقعا چیزی. خب گفتم توی حوزه‌های دکس و دیفای مهمترین دسته‌هایی که هستن. گردن کلفترین پروژه هایی که روی دکس هستن هایپر لیکویده که با 10.5 میلیارد دلار سهم بازار. بعدش یونی سوپ که در نزدیک 4 میلیارد دلار. استر که این روزا خیلی سر زبوناست با 3 میلیارد دلار. یعنی اگه به 4 میلیارد برسه تازه میرسه به یونی سوپ. آخرین های نزدیک ترین هایی که زده، چون بازار الان داره اصلاح میکنه. خب ببینید گفتیم 25% قیمت، یعنی یه پله میتونستین شما تقریبا روی 1.8 1.88 1.9 ورود کنید. پله دوم میاد تقریبا رو 1.25. خب و پله سوم که احتمال داره اصلاح بکنه میاد تقریبا رو 70 سنت فکر کنم، رو 75% از هایش دیگه، از اون قیمتی که حساب می‌کنیم میتونه فیبوناچی بکشید رو تقریبا 70 سنت. خب پله سوم رو طبق معادلاتی گفتیم.